من نوشین کشاورزنیا هستم، تسهیلگر کارگاه‌های اجتماعی هستم. ضرورتاً نباید دنبال این باشیم که من اگر در مورد آزار جنسی دارم صحبت می‌کنم یا در مورد هر آسیب اجتماعی دیگه خودم در یک سطح اون چیزی که جامعه انتظار داره عجیب و غریبی اون رو تجربه کردم. همون عبور و مرور راحتی که من تو خیابون نداشتم، یعنی اون احساس امنیتی که دلم می‌خواست باشه و نبود. همون متلکی که مثلا توی سن نوجوانی اولین بارایی که بالاخره جدا داری میشی از خانواده‌ات، احساس استقلال بالاخره خیلی خوبه، به آدم مزه میده، دوست داره چنین چیزی رو. فکر میکنم حالا دخترای هم نسل من شاید اون استقلال جدیه رو وقتی داشتم که از خانواده جدا شدم و اومدم درس خوندم و تو اون شهری که خانواده‌ام زندگی میکردن نبودم. اومدم تهران درس خوندم. هیچ وقتم یادم نمیره اون طرف در واقع اون آزارگر رو یادم نمیره که یه ژست خیلی مثلا مدل حالا دانشگاهی روشنفکری نشسته بود و خب شروع کرد همین آزارایی که خیلیامون تجربهشو داریم شروع کرد دست رسوندن. اینقدر من به هم ریختم و اینقدر به هم فشار اومد که اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. فقط جیغ زدم، یعنی جیغ زدم که همه اصلا برگشتن نگاه کردن راننده. گفتم آقا پیاده میشم و یه دونه محکم زدم به پهلوی این و راننده‌ام پاشو زد روی ترمز و گفت باشه خانم. در رو که باز کردم یارو پیاده شد، من پیشم تمام کتابام ریخت اون وسط و یه تجربه های این شکلی هم برای همه ما زنا هست. یعنی فکر میکنم اگه برگردیم به زندگیمون حالا کمتر و بیشتر، چه تو محیط خصوصی چه توی محیط در واقع عمومی و عرصه عمومی مثلا محیط کار یا دانشگاه، یه فضایی که دوستانه نیست، فضایی که راحت نیست، فضایی نیستش که من برای این اومده باشم که خب اونجا فکر میکنم میخوام کار کنم، میخوام که از همه تواناییام استفاده بکنم، میخوام دیده بشم. میدونید این حسا، این نیازهای درونی میخوام اونجا ارضا بشه، چنین چیزی نیست و هی صد جلوش وجود داره و یکی از صدها واقعا همینه، یعنی مسئله آزار جنسی. آزار جنسی از اینجا مهم شد برای من شخصا. خب این چقدر مسئله گسترده‌ایه، مسئله مهمیه. در کار بدون آزار هم چون تاکید ما بر روی آموزش هست، آموزش دادن زنها و مردها در محیط کاری و اینکه کارفرماها ترغیب بشن، تشویق بشن که بیان و همه کارکنان رو آموزش بدن و یه سری سیاست‌گذاری‌های جدی داشته باشن در اون محیط کاری. درنچه تاکید ما بر مسئله آموزش هست. برگزاری کارگاه‌ها و در واقع تسهیلگری کاری هستش که من دارم در کار بدون آزار انجام میدم. البته خب دستورالعمل‌ها و منوالایی می‌نویسیم که اینها هم با شرایط در واقع جامعه ما، با محیط‌های کاری ما بخونه. قبل از اون مصاحبه‌های انجام میدیم، ارزیابی‌های انجام میدیم که در همه اینها مشخص بشه که نیازها چی هست. یه سری نیازها به هر حال نیازهای عام هست، ولی بعضی نیازها مربوط هستش به محیط‌های کاری خاص.